نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. برادران و خواهران عزیز و گرامی، در این قسمت از این برنامه می‌خواهیم در مورد منابع اعتقادی یک مسلمان صحبت بکنیم. ما به عنوان یک مسلمان باید بر این عقیده باشیم که برای زندگی ما در همه جوانب دو منبع وجود دارد که ما باید به همه دستورات این دو منبعی که از طرف الله سبحانه و تعالی برای ما فرستاده شده است عمل نماییم. اولین منبع برای همه اعمال، اعتقادات و زندگی ما قرآن کریم است. قرآن کریم دستور زندگی هر مسلمان است. الله سبحانه و تعالی این کتاب مبارک را برای پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرستاد که در این کتاب همه امور اعتقادی، عبادی، اجتماعی، نظامی، سیاسی و همه آنچه که یک مسلمان با آن نیاز دارد بیان شده است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از طرف الله سبحانه و تعالی این کتاب آسمانی را برای ما آوردند و توسط احادیث گوهربار خود که به عنوان سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در دین مبارک اسلام مطرح است، قرآن کریم را برای ما شرح کردند، برای ما تبیین کردند و مسائلی رو که هر مسلمانی در زندگی خودش نیاز داره برای ما بیان نمودن. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم به ما امر می کند که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، از الله سبحانه و تعالی اطاعت کنید و از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اطاعت کنید. همه ما مسلمان ها ملزم هستیم که در همه امور زندگی خودمان پایبند دستورات و احکامی باشیم که در قرآن کریم و در سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای ما بیان شده است. ما به این عقیده هستیم که قرآن کریم وحی از جانب الهی است، وحی که در اون هیچ شک و شبهه‌ای نیست. الله سبحانه و تعالی بعد از این که هزاران پیامبر برای امتهای مختلف، برای اقوام مختلف، به زبانهای مختلف فرستاده شد، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را از بین انسانها برگزید تا آخرین کتاب خود را، کتاب جاویدان الهی، این معجزه‌ای که تا روز قیامت همیشه مانند ستاره‌ای درخشان می درخشد و ما مسلمان ها پایبند احکام و دستورات این کتاب الهی هستیم. الله سبحانه و تعالی بر پیامبر بزرگوار اسلام این کتاب را نازل کرد و در این کتاب همه امور اعتقادی و عبادی و اجتماعی که ما انسان ها نیاز داریم بیان شده است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در طول 23 سال دعوت مبارکشان که این قرآن عظیم الشأن رو برای ما الله سبحانه و تعالی به شکل آیه آیه سوره سوره برای ما فرستاد، در بین انسانها زندگی کردند. این گونه نبود که الله سبحانه و تعالی
کتابی را از آسمان فرستاده توسط ملائکه و ما باید بدون چون و چرا به دستورات این کتاب عمل بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همان گونه که یک انسان عادی این قرآن را در زندگی خود باید پیاده بکند، قرآن کریم و وحی الهی را در زندگی عملی خود در طول 23 سال پیاده کردند. وقتی که از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها در مورد اخلاق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند که ایشان اخلاقشان چگونه بود. ببینید یک انسان میتوان گفت که همه زندگی خودش، همه عمرش اخلاق است. اخلاق در تعامل با الله سبحانه و تعالی، اخلاق در تعامل با پیامبر صلی الله علیه و سلم، اخلاق در تعامل با خانواده، با مسلمان ها، با انسان ها. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمودند کان خلقه قرآن، اخلاق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قرآن بود. و در جای دیگر میگویند مانند قرآنی بود که در بین مردم راه میرفت. انسان بودند، پیامبر بودند. الله سبحانه و تعالی برای بشر فرشته‌ای رو انتخاب نکرد که احکام دین رو برای ما برسانند. از بین خود انسان ها، از بین خود بشر پیامبری رو برای ما انتخاب کرد تا ما فردا بهانه‌ای برای ما باقی نماند که بگیم که والله ملکی بود، فرشته‌ای بود یا انسان خارق العاده‌ای بود که ما چگونه از او پیروی بکنیم و چگونه مثل و مانند او باشیم. الله سبحانه و تعالی برای ما بشری رو انتخاب کرد، انسانی رو انتخاب کرد که ما حجتی بر ما باقی نماند. رسول الله صلی الله علیه و سلم مانند یک انسان عادی، مانند یک مسلمان عادی در جهاد شرکت کردند، با خانواده خود زندگی کردند، ازدواج کردند، فرزند به دنیا آوردند و در امور مختلف زندگی سهیم شدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم معامله کردند، تجارت کردند، با انسان‌های درگیر شدند، حتی در بین خانواده خودشون با همسرانشون مشکلاتی داشتند که ما سوره کاملی در قرآن کریم در بیان مشکلاتی که در بین همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ایشان به وجود آمده بود صحبت شده است در این سوره مبارک، در سوره تحریم و در آیات مختلف دیگر در سوره‌های دیگری از قرآن کریم. الله سبحانه و تعالی امور مختلفی رو که در زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم رخ داد بیان نمود تا درسی باشد برای ما. در بسیاری از آیات می‌بینیم که الله سبحانه و تعالی خطاب قرار میداد پیامبر بزرگوار رو و همسران پیامبر رو، دختران پیامبر رو و زنان و مردان مؤمن را تا برای ما حکمی از احکام دین را بیان بکند. پس همونطوری که گفتیم الله سبحانه و تعالی به ما امر کرده که از این دو منبع الهی که قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست پیروی کنیم بدون چون و چرا. یعنی وقتی که ما میگیم از این دو منبع الهی باید پیروی بکنیم، جایی برای بهانه‌گیری و چون و چرا برای هیچ انسانی باقی نمیماند. وقتی که الله سبحانه و تعالی خطاب به مؤمنین امری را بیان می کند، مانند روزه مثلا، مانند نماز، مانند حج، مانند دوری کردن از اموری که الله سبحانه و تعالی آن را ناپسند میپندارد، دوری از اموری که الله سبحانه و تعالی آن را جزئی از حدود و محرمات قرار داده است و پیروی از اموری که الله سبحانه و تعالی آن را پسندیده قرار داده و ما را به آن امر کرده است. پس اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اطاعت کنید از الله سبحانه و تعالی، اطاعت کنید بدون چون و چرا از الله سبحانه و تعالی و اطاعت کنید بدون چون و چرا از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و در صورتی که اولو الامر ما،
حالا رئیس جمهور یک کشور اسلامی است، پادشاه یک کشور اسلامی است، علمای دین هستند، کسانی که صاحب اختیار ما هستند، پدران ما، مادران ما، بزرگان ما، اولیای امور ما هستند، از آنها اطاعت می‌کنیم در صورتی که آنها از الله و رسولش اطاعت کنند. در اینجا سوالی شاید در ذهن بینندگان عزیز و گرامی ایجاد شود که اگر در اموری از امور دنیا ما با ولات امر ما، با اولیای امورمان به اختلاف رسیدیم، آنها چیزی گفتند و ما چیز دیگری گفتیم، منبعی که در آنجا انسان باید به آن رجوع کند برای حل این اختلافی که بین اولیای امور و بین مسلمان ها پیش می آید، الله سبحانه و تعالی در ادامه همین آیه مبارکه می فرماید که فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر در امری از امور اعتقادی است، اجتماعی، سیاسی است، خانوادگی است، هر موضوعی که ما در اونجا با اولیای امورمان در این موضوع به اختلاف می رسیم و کشمکش ایجاد می شود، منازعه ایجاد می شود، اختلاف نظر ایجاد می شود، سوء تفاهم ایجاد می شود، منبعی که باید چه اولیای امور و چه بقیه مسلمانان عادی با آن مراجعه بکنند و از آن بدون چون و چرا پیروی کنند، قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. فردوه الی الله و الرسول. یعنی در اونجا کسی دیگر حق ندارد که از پیش خودش، از عقل خودش، از نفس خودش رأی بدهد و نظری بدهد در جایی که حکم الله و رسول در آنجا آمده باشد. وقتی که الله سبحانه و تعالی به طور مثال در قرآن کریم به ما میگوید که کتب علیکم الصیام، روزه بر شما فرض شده است، ولی امر، پدر، مادر، ملا، آخوند، امام، رئیس جمهور، پادشاه، کسی دیگری بیاد بگید خب شما روزه نگیرید، روزه گرفتن اصلا فرض نیست. در اینجا یک اختلاف نظر رخ میداد، یک منازعه رخ میداد بین عموم مسلمان ها یا بین تعدادی از مسلمان ها و حاکمی که در اینجا میخواد یک خواسته خود را به زور بر انسان ها یا بر مسلمان ها بقبولاند، یا یک فکر و ایده و اندیشه خودش را میخواهد به زور بر مسلمان ها بقبولاند. در اینجا الله سبحانه و تعالی برای ما راه را بیان نموده است که در صورتی که با اولیای امورتان به اختلاف رسیدید، حرفی حدیثی به منازعه کشیده شد، در آنجا منبعی که ما باید به آن رجوع بکنیم، این منبع چی است؟ کلام الله سبحانه و تعالی و فرموده های رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. زیرا در همین قرآن کریمی که ما باید بدون چون و چرا به دستورات و فرموده های الهی عمل بکنیم، الله سبحانه و تعالی در مورد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که و ما ینطق عن الهوی این هو الا وحی یوحی. این پیامبر ما، این محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هیچ وقت از هوا و هوس خود سخن نمیگوید. هر آنچه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای شما بیان میکند وحی از جانب الله سبحانه و تعالی است. هنگامی که ما مسلمان ها به دستورات الله سبحانه و تعالی عمل کردیم و به دستورات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عمل کردیم، در آن هنگام ما از جمله رستگاران قرار میگیریم، از جمله کسانی که الله سبحانه و تعالی وعده کرده است که این گروهی که پیروی میکنن از الله و رسولش و در صورتی که در موضوعی به اختلاف و منازعه رسیدن برمیگردن به حکم الله و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این گروه رستگار هستند. در حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خیلی واضح و آشکار برای ما بیان میکنند که ترکت فیکم امرین،
لن تذلوا ما تمسکتم بهما ابدا. در بین شما ما دو چیز را قرار دادیم، دو چیز را برای شما گذاشتیم، دو راه را برای شما نشان دادیم که اگر شما به این دو چیز تمسک جستید و از آن پیروی کردید هرگز گمراه نمی شوید. ترکت فیکم امرین لن تذلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه و آله و سلم. این دو چیزی که اگر ما به آن تمسک جستیم و از آن پیروی کردیم هرگز گمراه نمی شویم و انسانی که گمراه نشود این انسان رستگار می شود. این حدیث را امام احمد رحمه الله روایت کردن در مسند خودشان که این دو چیزی که ما را از گمراهی نجات می دهد و ما را به فوز و فلاح و رستگاری می رساند، یکی کتاب الله سبحانه و تعالی و دیگر سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که اگر ما از این دو منبع الهی پیروی کردیم، اگر ما پیرو قرآن کریم و پیرو سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودیم، ما گمراه نمی شویم و الله سبحانه و تعالی راه فوز و فلاح و رستگاری را در این دو منبع نورانی هدایت برای ما قرار داده است. امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی به ما و به شما عزیزان این توفیق را عنایت کند که پیرو واقعی قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشیم. زیرا این دنیا مزرعه است، این دنیا برای آزمایش و امتحان ما انسان هاست. اگر پیروی کردیم از قرآن کریم، اگر پیروی کردیم از سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در آن روزی که از دنیا می رویم الله سبحانه و تعالی بهترین نعمتها را برای ما آماده می کند. در آن روزی که بنده ها و همه انسان ها، همه موجودات برای حساب و کتاب در پیشگاه الله سبحانه و تعالی حاضر می شوند، در آنجا به ما کارنامه می دهند که ما در این کارنامه اگر در دو منبعی که برای شما عزیزان ذکر کردم، قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، نمره خوب گرفته باشیم، نمره کامیابی گرفته باشیم، به ما کارنامه میدن، کارنامه فلاح، رستگاری، پیروزی و توسط این کارنامه است که ما میتوانیم وارد جنتی شویم که الله سبحانه و تعالی برای کسانی آماده کرده است که بندگان خوب الله سبحانه و تعالی باشند و از دستورات و هدایات الله سبحانه و تعالی پیروی کرده باشند و از منهیات و از محرمات و از آن اعمالی که الله سبحانه و تعالی منع فرموده است دوری کرده باشند. الله سبحانه و تعالی به همه ما و شما عزیزان توفیق پیروی از قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را نصیب گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني